Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، خواستیم که امروز به شما عزیزان یک تورت چرپخ را نشان بدهیم. بسیار طرز آسان است و با مزه هست. خوب ولی سخن را زیاد دراز نمیکنیم. ما در اینجا 5 دانه تخم داریم، 250 گرم شکر هست، 250 گرم آرد داریم، یک پچکه رزدیخلیتل. خب ما چیکار میکنیم؟ اول تخم را میشکنیم، در ظرف میگیریم. بسم الله. خوب دیدین که تخم را شکستیم، ولی با میکسر اینها را میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب بینندگان عزیز، ما 1-2 دقیقه این را با میکسر زدیم. در اینجا 250 گرم شکر داریم. 250 گرم شکر رو کم کم میریزیم. و باز این رو میزنیم که تا شکرش آب شود. خب بینندگان عزیز، شکرم آب شده است، ولی ما در اینجا یک پچکه رزدیخلیتل داریم. این را با آرد همراه میکنیم. خب این را همراه کردیم. ما چیکار میکنیم؟ آردمونه الک میکنیم، میبیزیم. همیشه گفتیم که آرد الک نیم خوب است. این ترتیب قطعی الک میکنیم آردمونه. ببینین الک کردیم با سرعت پس، بسیار با سرعت کم میره میکوبیم. که با سرعت کم گفته اینه با یک قسم میگشم با همین خیلی. ببینید بینندگان عزیز که آرد الک کردیم کم کم، چون که اگر از زیاد به سرعت بلند بزنیم میشیند این خمیر. با هم خاطر گفتیم که سرعت پس کتی و یک نشان میتیم خمیر رو. ببینید ماشاءالله چقدر مزه اومدگی است. خب حالی ما لیست را آماده میکنیم. لیست ما آماده کردیم. یک کم آرد میپوشیم در زیرش. اگر شما با گازیتایی که مثلا برای پخت‌پز است از اونها داشته باشین، اونها کم روغن بشکن دیگه نباشد، می آردم بسنده میکنه. خب ولی ما میگیریم با قاشق کم این شکل خطی به حجم کلانتر. ببینید که به همین ترتیب ریختیم اینا رو در لیست.
خب با حجمش شما میفهمید کلانتر کنیم که میده‌تر کنیم. برای من قدر بسنده است. در حرارت 200 درجه اینا پخته میکنیم. باز در چند دقیقه که پخته شد باز گپ میزنیم برای شما عزیزان. بینندگان عزیز، از ما کسی در مدت 12 دقیقه پخته شدن. اینا ببینید چقدر ماشاءالله بزرگ اومدن، نمایان هستن. خوب ما باقی مانده خمیر به همین ترتیب قطعی پخته میکنیم. باز بهر شما از آن نشان میدهیم که طرز کریم کردنشه. ببینید که از دخوفه که گرفتیم تیز اینا را چیکار میکنیم میگیریم از لیست. اگر تیز که نگرفتیم اینا چیکار میکنن قاق میشن. خب بینندگان عزیز، ما یک کریم آسان خواستیم که نشان بدیم برای شما. فقط در اینجا ما 250 گرم مسکه داریم. باز یک بنکه سوشان ملکا که 304 میلی لیتر می شود. نوشته است. خواستیم که همش خیلی کس هم تا نشان بدیم، باز نگیم کم زیاد. خب به هر حال ما اول مسکه رو میگیریم در ظرف میاندازیم. مسکه بگیرین یک 3-4 ساعت بیشتر باشد، ملایم باشد مسکه، تا سختی بر نباشد، سختی بر نباشد. بسم الله الرحمن الرحیم. مسکه رو گرفتیم. ولی ما چیکار میکنیم؟ وانیلین گفتیم درجه 3 گرم باری وانیلین است. اینو همراه میکنیم. با میکسر مسکه رو خوب میزنیم تا که مسکه‌مون کم کم قدیان بیاد. بسم الله. خوب اینا بینندگان عزیز، مسکه رو زدیم. ولی سوشان ملکا را میریزیم. بسیار همش نیو کم کم. اینا باز اینجا چیکار میکنیم؟ خوب اینا با کمتر گرم همچنان تا تمام شدن ایره همین خیلی ما چیکار میکنیم؟ سوشان ملکا را ریخته و با میکسر میزنیم. کریم آماده شدگی هست. کریم یک طرف میگذاریم. اینا لعلیمون آوردیم. در اینجا ما 2 قاشق شکر رو قطعی 5 قاشق آب ارالش کردیم، بگیم جوشاندیم. بخاطر قنداب گفتیم. خوب ولی ما در اینجا اینا بگیم که کم مسکه میشکیم. در پایان میگیریم یکی از اینا را. اینا کارجا که پخته بودیم نه تهاشون رو ببینید. چیکار میکنیم؟ اینا ما از همین قندابی که گفتیم قنداب میشپیم. کم اینا تشپیدیم. خلاص وزیر بالایش از این کریمی که داریم کریم میشکیم. اینا ترتیب قطعی. کریم رو شکلیم خلاص کردیم. ولی ما در اینجا شکلات داریم. شما میتونید کاکائو هم در بالش بپوشین. شکلات رو گرفتیم. میده میتروشیم در بالش. خوب اینا بینندگان عزیز، تورت آماده شدگی هست. خب البته که تورت بیستد 3-4 ساعت دم گیرد بسیار خوب می شود. خب ما ولی برای شما از آن نشان میدهیم که در حال نشان میدهیم که چه خیلی است. بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب اینا داخلی تورت ما رو دیدین، تورت چرپخه. شما کوشش کنید بینندگان عزیز بگذارین تورتاتون 3-4 ساعت بیسته در مسکه‌ای که شکیدیم در خودش کش کنه، باز انشاءالله که خوشمزه تر می شود. اینا داخلی تورت نمایان هست نیست. اینا بسم الله. ماشاءالله بسیار خوشمزه است. الله یار و مددگارتان باشد. نوارهای ما را به یاران و دوستاتان روان کنین تا که آنها هم بیننده باشند. پیشتر سو لایک ماندن فراموش نکنین. تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.